داخل سند ورد من یک سری جدول دارم که اسکرول میکنم میبینید که جدول های امتداد داره، یعنی پشت سر هم چند صفحه جدول دارم. اما میخوام این ستون اول رو که درج کردم توی تمامی جداول به صورت ثابت قرار بگیره، یعنی توی صفحه 2 عنوان جدول باشه، صفحه 3 باشه. برای این کار میام ردیف اول رو انتخاب میکنم و زمانی که ردیف اول رو انتخاب میکنم یه دونه تیبل لیاوت اینجا برای من نمایش میده. اینجا تو تب توی بخش دیتاش یه دونه، یعنی گروپ دیتاش یه دونه ریپیت هدر روز داره، یعنی ردیف هدر رو کپی کنه برای من. روش که کلیک کنم اسکرول کنم بیام پایین میبینم که همه این صفحات برای من سطر اول جدول کپی شده و میتونم ازش استفاده ببرم. اما در اکسل من یه دونه شیت دارم که نام و نام خانوادگی داخلش درج شده. میام از منوی پیج لیاوت، ریبون پیج لیاوت، وارد پیج ستاپ میشم و اینجا روی تب شیت کلیک میکنم. اینجا یه دونه گزینه روز تو ریپیت ات تاپ داره. این یه فلش کوچیک اینجا داره که من روش بزنم میگه انتخاب کن، انتخابش میکنم و اینجا دوباره یه دونه فلش رو به پایین داره روش میزنم و اینجا من اوکی رو بزنم برام درج میشه. برای در واقع اینکه بخوام مطمئن بشم پرینت ریویو رو هم میتونم بزنم ببینم بله نام جدول من رو برام اینجا داره نمایش میده. با این روش من میتونم در اکسل و ورد نام ستون ها و هدر در واقع جداولم رو به عنوان ثابت داشته باشم و ازش استفاده ببرم. البته تمامی این موارد هم برای ورد هم برای اکسل در دوره آموزش 0 تا 100 مبتدی تا پیشرفته در دوره های وبسایت توسینسو تدریس شده که میتونید از اون دوره ها هم استفاده ببرید.